داداش شما متعدی مجرد راستیتش نمیدونم خدا. یعنی چی؟ این هفته آخرین دادگاه بود. آها داری جدا میشی؟ آره. خیلی سخت شد داداش. ما شما چالش داریم واسه این اوکی؟ چیه؟ ببین یه زنگ بزن به خانومتون، خب بهش بگو اگه میشه برگرد. داداش نمیتونم. چرا؟ منو گذاشته تو بلاک لیست، از همه جا بلاکم کرد. خب اگه میشه من گوشی اومدم، گوشی من زنگ بزن ببینیم چی میشه جلوی دوربین. بچا سلام عشقم، خوبی؟ دیگه منو نمیشناسی؟ بابا توی که کی هستی؟ از هر طرف بلاکت میکنم باز دوباره زنگ میزنی. چقدر سیریشی تو؟ من دوستت دارم، عاشقتم. یه بار دیگه فرصت بهم بده، برگرد. واقعا از ته دلت داری میگی؟ واقعا. از این به بعد پس منه ها. ببین از این به بعد هر چی گفتی میگم چش، دیگه لجبازی نمیکنم. یه بار دیگه بهم فرصت بده، نذار زندگیمون خراب بشه. واقعیتش من کارهای طلاق همه رو انجام داده بودم. قرار بود این هفته کارا تموم بشه. ولی واقعا از ته دلت اگه میگی واقعا منم دیگه خونه